من محمدم و امروز میخوام راجع به این که چطوری مداد رو کنترل کنیم حرف بزنم و اینکه تمرینات پایه چیا هستند. خب همینطور که میبینید میز من یک زاویه 30 درجه داره که دقیقاً سطحش با صندلی تناسب داره. یعنی اینکه وقتی که میشینی این قرار نیست که خیلی خم بشی و اینکه قرار نیست که فشار به کمر وارد بشه. خب اولین کاری که میکنم اینه که سعی میکنم که حرکت از شونم بیاد، نه از مچ دستم. و مداد رو سعی میکنم محکم بگیرم. خب تمرینات اول من اینه که مثلا 2 تا نقطه رو میذارم و به هم وصلشون میکنم و سعی میکنم با حرکتشون دایره بکشم و خط خم تمرین کنم بدون اینکه مثلا آخرش دستم رو بردارم. و این خیلی مهمه که شما 2 تا نقطه میذارین و اینو به هم وصل میکنین. اینطوری باعث میشه که دست شما انتهای هر خط به هر جایی نره. میخوام یه دونه مکعب بکشم. اولین کاری که میکنم نقطه میذارم و به هم وصلشون میکنم و سعی میکنم بدون در نظر گرفتن پرسپکتیو خطها رو موازی هم و مقابل هم قرار بدم. و بیشتر امتحان میکنم ببینم واقعا این خط موازیه و اینکه اگه موازی نیست نقطه هاشو باز جابجا میکنم که باز موازی بشه، بعد خط رو میکشم. و اینکه نقطه ها رو وقتی که میذارم دوبارم امتحان میکنم که ببینم دست من اجازه میده که اون خط رو بکشم یا نه. وقتی که خیالم راحت شد خط رو میکشم. خب حالا اینجا من یک ضرب داخل اون مرباها میکشم. خب حالا این ضرب در چی کار میکنیم؟ برای تقسیم بندی خیلی مناسبه این که مرکز مکعب رو به دست بیارم. و اینجا باز هم دارم میگم حرکتم از شونم میاد نه از مچم. بگم که با یک بار کشیدن مکعب به جایی نمیرسیم یا باید خیلی تمرینش کنیم، زاویه های مختلف. و این تمرین همیشگیه. به هر زمان که شما بخواید یک طرحی رو شروع کنین اول از همین تمرینات رو میریم. اگه دیدین که مثلا خیلی روش مسلط هستین اون طرحی که قراره انجام بدین میکنین. خب اینجا نگاه کنید، من از این مکعب مثلا به همین شکل با یک مکعب مثلث رو تبدیل میکنم به یک خونه. شما نباید از هیچ خطکشی استفاده کنین چون این یه نشونه ضعفه توی طراحی.
و اینکه اصلا مهم نباشه که قرار تمیز کار کنه. اینکه تمریناتتون رو اصلا قرار نیست به کسی نشون بدید یا اینکه توی فضای مجازی بذارین. یه تمرین این واسه خودتونه برای ارتقاء سطح طراحی خودتون. من سعی میکنم بیشترین استفاده رو از کاغذم ببرم و اینکه این قضیه کمک میکنه که تمرکز شما بالا بره و اینکه نترسین. حالا اینجا من یک کاراکتر رو صورتش اشکال ساده دارم میکشم. اولین کاری که من میکنم ساده سازیه، اینکه من سعی میکنم یک موش رو به صورت استوانه و کره و اشکال ساده در بیارم و بعد اینکه این کارو کردم بیام طراحیم رو روش انجام بدم. من یه دونه کاراکتر رو مثلا آدم میکشم و همیشه این قضیه اشکال ساده هست، اینکه شما یک شکل ساده رو میکشین و اون رو گسترشش میدین و کم کم با این تمرین وقتی که ساختار و آناتومی رو یاد گرفتین یک دید دیگه نسبت به طراحی پیدا میکنین. اینکه الان من کاراکتر رو کشیدم، حالا یک بار دیگه مثلا با دید خودم میخوام یک کاراکتر دختر رو بکشم، یک کسی که مثلا وایساده. و اینکه دیگه سعی کنین تمرین رو هر روز انجام بدید و من هر روز این تمرین ها رو انجام میدم به صورت مداوم. وقتی که انجام ندین دستتون افت میکنه و به نتیجه‌ای که میخواین نمیرسین.